تمرین شارژ نورانی. به تمرین شارژ نورانی خوش آمدید. این تمرین می تواند به شما کمک کند تنش‌های درونی خود را از طریق احساسات مثبت تقویت کنید و از بین ببرید. رها کنید و با قدرت و نیروی درونی خود ارتباط برقرار کنید. سعی کنید مکانی ساکت پیدا کنید که برای این تمرین کسی مزاحم شما نشود. اگر مشکل است می توانید مثلا از هدست خود برای چند دقیقه استفاده کنید. در مکانی امن بنشینید، چشمان خود را ببندید و آماده شوید. سعی کنید نفس خود را احساس کنید. آهسته نفس بکشید. دم، بازدم. روشن، خاموش. سعی کنید تا حد امکان آرامش داشته باشید. با نفس خود بمانید. اکنون سعی کنید یک جریان نور گرم و درخشان را تصور کنید. این جریان نور نمادی از منابع و نقاط قوت درونی شماست. تصور کنید که این نور به عنوان یک رودخانه یا نهری روشن و شفاف در بدن شما جریان دارد. نگاه کنید که این نور به آرامی از سر تا انگشتان شما پخش می شود. همانطور که این نور در بدن شما جریان می یابد، گرمای دلپذیری را با آرامش احساس می کنید. نفس بکشید. دم، بازدم. تصور کنید که این نور حامل یک نیروی مثبت است که تنش را آزاد می کند و به شما قدرت می دهد. احساس کنید در کجای بدن من ممکن است تنش، درد و یا احساسات منفی وجود داشته باشد. درک کنید و اجازه دهید نور به این مناطق جریان یابد و کمی منتظر بمانید. دم، بازدم. تصور کنید این نور احساسات منفی را از بین میبرد. چه حسی دارید؟ در صورت تمایل می توانید اجازه دهید نور در نقاط خاصی از بدن شما قرار بگیرد. حالا تصور کنید که چگونه این نور به نواحی در بدن شما می رسد که احساس می کنید مثبت هستند. احساسات با قدرت به هم متصل هستند. می توانید قلب، معده و یا هر ناحیه دیگری که باشد را انتخاب کنید و معنای مثبتی برای آن پیدا کنید و قدرت درونی خود را به وضوح احساس کنید. بگذارید نور در این مناطق بماند و تصور کنید که چگونه منابع شما را فعال و تقویت می کند. احساس کنید چه حسی دارید. به تنفس آرام و یک نواخت ادامه دهید. دم، بازدم. خاموش، روشن. اگر می خواهید می توانید در حین انجام این کار خودتان را نیز تقویت کنید. به عنوان مثال جمله من قوی هستم. من منابع درونی دارم. من در این لحظه ایمن هستم. تکرار کنید.
برای لحظاتی نور و نحوه پخش شدن آن را در بدن خود ببینید و لذت ببرید. جملات را تکرار کنید. من قوی هستم. من منابع درونی دارم. من در این لحظه ایمن هستم. احساس کنید که چگونه به قدرت درونی خود متصل هستید و چگونه بدن شما اکنون کمی سبکتر و آرامتر است. دم بازدم. وقتی آماده شدید چشمان خود را باز کنید و به آرامی به اینجا و اکنون بازگردید. توجه کنید که اکنون چگونه احساس قوی‌تر و سبکتری می کنید. در صورت لزوم می توانید این تمرین را در هر زمانی تکرار کنید تا به قدرت درونی خود دستیابی پیدا کنید. وصل شوید و تنش را رها کنید.